سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پدرام هستم و اینجا پلیکسو چنل. آقا امروز 20 سپتامبر یا همون 30 شهریوره و امروز اولین روزیه که آیفون 16 رونمایی میشه و ما قراره بریم بخریمش توی همون اولین روز. البته اگه گیرمون بیاد، چون من چند روز پیش رفتم اپل استور، بهش گفتم میخوام یه دونه آیفون 16 بخرم، گفت که باید پیش سفارش میداد. گفتم پیش سفارش دیگه برای چیه؟ گفتش که باید پیش سفارش میدادی. گفتم خب پیش سفارش میدیم الان. گفت نه سولد اوت شد. گفتم مگه تیکت کنسرت که سولد اوت شده؟ خب بیشتر بیارین گوشی رو. گفت نه دیگه سولد اوت شده. گفتم خب حالا داستان چیه، باید چیکار کنیم؟ گفت شما روز عرضه بیا همون روز، اگه اضافه اومد بهت میدم. الان ما میریم، اگه اضافه اومده بود که میخریم، اگرم نه اونجا گذاشتن تستشو میکنیم حداقل دور همها. بریم حالا اپل استور ببینیم چه خبره. چکس. خب آقا ما رسیدیم اپل استور دوسلدورف. الان اونجا رو اگه نگاه کنی دم درش صف بستن و خب تو هم پر، اجازه نمیدن بری تو، باید وایسی تو صف تا بری داخل. حالا نمیدونم ما رو راه میدن اصلا پیش سفارش نکردیم یا نه. حالا ببینیم چی میشه. ببینید چه خبره مگه. خب آقا رامون ندادن، میگن که از ساعت 10 برای عموم باز میشه. الان فقط اونایی که پیش سفارش کردن میتونن برن تو. ولی نگاه کردم اونجا گذاشته بودن همه رنگاشو برای امتحان. الان میریم تو همشو تست میکنیم. امیدوارم بذارن فیلم بگیریم البته. خب آقا این صورتیشه، صورتی معمولی. این پلاسشه. ببینید اینم 16 رنگ سبزشه. اینم خوشگله خدایی. این همون سبزش ولی پلاس. این پرو معمولیه. و اینم پرو مکس، در واقع تیتانیومش. آقا این اون رنگ معروفشه. اصلا خوشگل نیست خدایی، اصلا خوب نیست. این پروشه، همون رنگ صحراییش به قولن یا گلدش. این صورتیشه که خیلی خوشگله. اینم صورتی پلاسشه که دختر بودم حتما اینو برمی داشتم. به شدت خوشگله، خیلی خفنه این. آقا من اینجا نمیتونم خیلی بلند حرف بزنم، ولی یه دونه 16 پرو مکس سفارش داده بودم، الان تغییرش دادم به 16 پلاس آبی. ببینید اولترا مارین، خیلی خوشگله. دیدم این خوشگل تره، گفتم اینو بگیریم. آره آقا اینم 16 معمولیه، همون رنگیشه، ولی من پلاسشو گرفتم چون صفحه بزرگ دوست دارم. ببینید اینم پروه و اینم پرو مکس سفیده. اینم اون 16 پرو مکس است که میخواستم اولش اینو بگیرم، ولی گفتم هیچ فرقی نمیکنه با بقیهش، با 15 و اینا. دیگه تصمیم گرفتم که اولترا مارین رو بردارم، اونی که اونجاست. میبینید آقا آیفون رو گرفتیم، بریم خونه آنباکسش کنیم، عشق کنید.
خدا رو شکر ما زودتر اومدیم گرفتیم صفو. ببین شما آقا من دیدم که پرو مکسه هیچ فرقی با 15 نمیکنه. فقط گفتم فرقش با پلاسش چیه، چون من صفحه نمایش بزرگشو فقط دوست داشتم. گفتی چی؟ فرق خاصی نداره، دوربینش یکم بیشتر زوم میکنه، نمیدونم یه خورده اولترا وایدش بهتره، در واقع هیچ فرق خاصی نداشت دیگه. گفتم خب پلاسه رو برمیدارم چون رنگش هم خیلی خوشگل بود، باحال بود دیگه. کلا با پلاسش بیشتر حال کردم دیگه. یه دونه پلاس اولترا مارینش رو گرفتم، رنگش هم خدای خوشگل بود. فکر نمی‌کردم گیرم بیاد، در واقع میگم می‌خواستم پرو مکس بگیرم، ولی خب این به نظرم خیلی بهتر اومد، هم خوشگل‌تر بود، هم همه چیزش در واقع یکی بود. به خاطر همین ما اینو گرفتیم. آقا میرم خونه آنباکسش میکنم، اونم ببینید. ولی امروز انیویز اولین روزیه که 16 عرضه شده و منم میخوام اولین کسی باشم که واسهتون توی یوتیوب آنباکسش میکنه، پس منتظر باشید. خب بچه‌ها من الان رسیدم خونه خودم هم نیستم دیگه، حالا مجبورم اینجا سریع آنباکسش رو واسهتون بگیرم که همین امشب 30 شهریور بتونیم آپلودش کنیم. بریم آقا ببینیم ما چیا خریدیم، چیا توی جعبمون هست و این داستانا. خب آقا این کل چیزاییه که ما خریدیم توی این جعبه خوشگل اپل هستش. میریم دونه دونه با هم آنباکسش میکنیم، بهتون قیمتاش هم میگم. اول از همه دارارارام، خب همونجور که میبینید اول از همه آیفون 16 پلاس رو داریم، رنگ اولترا مارین، یعنی این رنگی که اینجا میبینید یه آبی خیلی خوشگلی داره که الان واسهتون آنباکسش میکنم ببینید. من در واقع میخواستم 16 پرو مکس بگیرم، ولی خب این رنگش رو دیدم دلمو برد. اینکه اصلا نمیدونستم 16 پلاس هم هست و اینکه رنگاش این شکلیه، چون من صفحه نمایش بزرگ برام خیلی مهمه و این صفحه نمایشش هم اندازه 16 پرو مکس تقریبا، فقط 2 اینچ فاصله داره، تقریبا همون اندازه است و اینکه رنگش هم خیلی خوشگله و اینکه مشخص 16 اصلا 16 پرو و 16 پرو مکسش با 14 15 هیچ فرقی نداشت. واسه همین تصمیم گرفتم که 16 پلاس رو بخرم که الان بازش کنم ببینید خودتونم قانع میشید. خب آقا باز اینجا یه دونه مکسیف داریم که این مکسیف های 16 باید از خود اپل استور بخری، چون این سنسور شاتری که گذاشتن واسه 16 های جدیدا فقط با این مکسیف ها کار میکنه. اگر یه مکسیف الکی بگیرین ممکنه کار نکنه. حالا بهتون نشون میدم که داستانش چیه. اینم از این. یه دونه هم تبدیل USB-C گرفتیم که گفتم حالا یه دونه از خود اپل استور بگیرم که دیگه مطمئن باشه اینکه باتریش دیگه خراب نشه. خب اول شروع میکنیم با آنباکس این 16 پلاس اولترا مارین خیلی خوشگل. آقا بریم با هم بازش کنیم. خب آقا بریم با هم اینو آنباکسش کنیم ببینیم توش چه خبره. بذارید اینو بازش کنم. خب یه دونه دیگه هم اینجا داره، اینو هم گویا باید بازش کنیم. خب آقا اگه آماده اید بریم واسه آنباکسش. خب آقا بریم بازش کنیم. اوه آقا رنگو ببین، به 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 به. شما رنگو ببین. خب آقا دوست دارم این روی صفحه‌شو توی این زاویه بکنیم با هم. آقا به به. شما فقط رنگو بگیر فقط. من اصلا کلا میخواستم 16 پرو مکس بگیرم، رنگ اینو دیدم اصلا زندگیم عوض شد، اصلا همه پروسم ریخت به هم کلا. دیگه اینو خریدم و اینکه واقعا خوشگله، نیست قشنگ مشخص 16. اونا اصلا مشخص نبود 16. خب آقا ظاهرشو اگه دیدید قشنگ، دیگه بریم روشنش کنیم ببینیم توش چه خبره. خب بریم ببینیم دیگه توی جعبش چیا داره. خب آقا توی جعبش دیگه چیز خاصی نیست. اینو من باز کنم. خب همونجور که میبینید یه دونه کابل تایپ C به تایپ Cه و یه دونه هم از این سوزن‌ها برای سیم کارت. دیگه چیز خاصی توش نیست. یه بار دیگه من این رنگو بهتون نشون بدم. خدای رنگش فوق‌العاده است. واقعا هم خوش دسته. منم که گوشی بزرگ دوست دارم و این قشنگ
میسازه بهم. خب بریم روشنش کنیم. خب آقا متاسفانه همین الان یادم اومد که گلس یادم رفته واسش بگیرم، متاسفانه. حالا فعلا باید بدون گلس استفاده کنیم. برم روشنش کنم ببینم توش چه خبره. الان در جریان قرارتون میدم. فقط این دکمه رو شما ببینید اینجا، این دکمه شاترشه که جدید اضافه شده. این دکمه که اینجا هست دیگه، بقیه دکمه هاش دقیقاً مثل همون قبلی هست. البته نمیدونم اینو 15 داشت یا نه، من 15 نداشتم. این کلا اولین گوشی iOS و آیفون منه و خب من همیشه در برابر آیفون گارد داشتم. حالا یه ماه استفاده میکنم، نتیجهشو بهتون میگم که آیا از اندروید بهتر هست یا نه. من کلا همیشه منطقی تصمیم میگیرم. حالا یه ماه استفاده میکنم بهتون میگم، ولی ظاهری خدایی خوشگله. هر چقدر 15 و 14 و اینا شبیه هم بود، این واقعا خوشگله. رنگش خیلی خوشگله و اینکه صورتیش خیلی خفن بود. اگه دختری حتما بخرید بدون درنگ. خب آقا روشن کنیم دستگاهو. هلو اپل. سیری از الان من میخوام با سیری صحبت کنم. باید سوایپ کنیم بالا، بزنیم روی آلمان. خب میگه که جنسیت چیه؟ مردیم ما قاعدتا. خب اینجا از ما میخواد که بزرگی رو تعیین کنیم که من میذارم روی همین عادیه. خب آقا بذارید من سریع اون وسط مکسیفش هم آنباکس کنم بندازم روش، چون من دست و پا چالفتی همین میفته دیگه. حالا هیچ. خب آقا این مکسیفشه که همونجور که میبینید آبیه. قیمتش هم اینجا روش زده، اگه بتونید بخونید زده که 59 یورو، همون 60 یورو که واقعا خیلی گرونه. ولی خب گفتم چون مکسیفاش خاصه ما باید از خودش بگیریم، وگرنه که کار نمیکنه. بدین صورت اینم مکسیفش که اونم آبی گرفتم دیگه به هم بیاد. قبل از اینکه اینو بکنم تو این، من یه چیزی بهتون نشون بدم. این بغلش رو میبینید؟ ببینید این بغلش، این جای همون دکمه شاتره یه حالت سوراخ نیست، میدونی؟ یه دونه حالت محافظ روش داره که این حالت لمس رو میگیره. میدونی چی میگم؟ به خاطر همینه که گرونه و خاصه و نمیشه از جای دیگه بگیری، باید از خودشون بگیری. حالا اینو ما بذاریم توش بدین صورت. میکنی توش صدا هم میده حتی، چه جالب. خب این شد به این صورت. آقا داشتم راه اندازیش میکردم، چیز جالبی دیدم. این دکمه که اینجا هست فکر کنم توی 15 نبوده، بهت میگه که چی کار میکنه. بی صدا میکنه، فوکس میکنه، برای کامرا هستش، برای در واقع چراغ قوه هستش، برای حرف زدن دیگه، موزیک و برای ترجمه و برای سرچ و چیزهای دیگه. آقا اینو هم میریم میزنیم بعدی. هم دیگه برای دوربینشه داره میگه دیگه. این در واقع همون سنسوره که اینجا هست، دکمه شاتری که جدید گذاشته آیفون، اینو داره میگه که چی کار میتونی باش بکنی. یه توضیح مختصر در مورد سیری. برو فقط تموم شو. اللهم. آقا داریم میریم تو. بسم الله. خب آقا ما وارد آیفون 16 شدیم عملا و خب اینم به هر حال منوی کلیشه. من کلا اصلا با iOS عادت ندارم. میریم توی دوربینش. آقا یه خورده دوربینش رو تست کنیم ببینیم این دکمه چی میگه اصلا. این بالا باید فشارش بدی دکمه رو، بعد اینجوری زوم میکنه. زوم بالاش که افتضاحه، طبیعیه، توی همه آیفون ها اینجوری بوده. زوم S24 اولترا واقعا خیلی خفن تره، چون اونم امتحان کردم میدونم. ولی خب این الان من نمیدونم دیگه چه قابلیتی داره. عکس میگیره، به جا زوم عکس هم میگیره، خیلی زحمت میکشه. و اینکه بذارید ببینم سلفیش چطوره. خب آقا من یه سلفی از خودم بگیرم. واقعا این سلفیه که من گرفتم. بخوام زوم کنم روی چشمام ببینم. خوبه، شارپنسش خدایی بد نیست، شارپنس خوبی میده. شارپنسش خدایی خوب بود، شارپنس بدی نداره. برای دوربین گوشی خوبه. حالا من مثلا چون دوربین مثلا سونی استفاده میکنم، دوربین عکاسی، خب شاید یه خورده به نظرم خوب نیاد، ولی خب
برای دوربین گوشی دوربینش فوق العاده است واقعا. تازه دوربین سلفیشه. حالا دوربین جلوش هم تست بکنیم. آقا میخوام از این جلد مکسیف عکس بگیرم. خب آقا این روی زوم عادیشه. ما یه خورده زوم که بکنیم شما شارپنس رو میتونی همیشه روی تکستا بفهمی. ببینید شارپنس خدای خوبی داره. این روی زوم عادیشه. حالا روی زوم 2 برابریشم داداش بیا دیگه. اینم روی زوم 2 برابریشه که باز شارپنس خوبی داره، ولی باز روی اولی بهتر بود که خب اونم طبیعیه دیگه. کلا گوشی ها روی زوم کیفیتشون میاد پایین. حالا دیگه من الان کار خاص دیگه ای نمیتونم با این بکنم. باید یه خورده بگذره، یه ماه باش کار کنم. بعد از یه ماه یه ویدیو میگیرم، کلا تجربه‌مو از استفاده از آیفون 16 و iOS برای اولین بار میگم. ولی خب الان کار خاصی نمیتونم باش بکنم خیلی. فقط دوربینشو که این چیزش جالبه واقعا. این دکمه اینجاش واقعا کارآمده. یعنی یه خورده حس اینکه دوربین دستت گرفتی بهت میده. من خودم خیلی دوست دارم این قابلیتشو، چون به هر حال عکاسی میکنم. و اینکه خودش هم به شدت خوشگل بود، دیدید دیگه. و اینکه بریم سراغ قیمتش رو هم بهتون بگم. بذارید من اینو در بیارم قشنگ رنگ خودش رو ببینید وقتی دارم قیمتش رو بهتون میگم. قیمت این آیفون 16 پلاس که من در روز اول عرضه خریدم 1229 یورو بود اگه اشتباه نکنم. آره فکر کنم همینقدر بود. و اینکه 256ش هست 128ش حدوداً طرفای 1000 یورو بود. پرو مکسش حدوداً فکر کنم 1500 یورو بود. خیلی فرق خاصی نمی‌کرد قیمتش، حدوداً 200 یورو قیمتش با این فرق می‌کرد. ولی پرو مکساش رنگاش اصلا خوب نبود. یعنی یه دونه رنگ مثلا گلد داده بودن بیرون، یا همون صحرایی که افتضاح بود از دید من. یاد آیفون 5S انداخت منو. و اینکه رنگاش اصلا خوب نبود. میخواستم مشکی اونو بگیرم، بعد که دیدم پلاس هست، اصلا نمیدونستم آیفون پلاس هم هست. بعد که دیدم پلاس هست اونم این رنگیش و با این سایز، خب سایزش دقیقاً هم اندازه آیفون پرو مکسه، فقط 2 اینچ فرقشه. به خاطر همین اینو گرفتم. و اینکه واقعا از فیسش راضیم. اینم که بهتون گفتم این مکسیف هم شد 60 یورو. و اینکه این USB-C هم که گرفتیم قیمتش رو روش زده دیگه. ببینید اینجا قیمتش رو زده 25 یورو. همش رو هم جمع بزنیم میشه حدوداً 1330 یورو که ما دادیم واسه یه دونه آیفون 16 اولترا مارین که حالا من یه ماه استفاده میکنم. و اینکه نتیجهش رو بهتون توی ویدیو 1 ماه دیگه میگم که آیا راضی هستم از آیفون 16 و این چیپست A18 خیلی خفنی که داره. و اینکه دوربینش هم واقعا الان استفاده کردم خفن بود. و اینکه واقعا هم روونه. یکی از نقاط قوت آیفون ها همیشه این روون بودنش. یعنی شما تاچ خیلی سریعی رو تجربه میکنی. ببینید واقعا تاچ سریعی داره، با کمترین لمس بهتون بیشترین بازدهی رو میده. شما بودید اینو میگرفتید یا پرو مکس؟ خب آقا اصلا من چرا قانع شدم این آیفون 16 رو بخرم؟ اول اینکه صفحه نمایشش خب به نسبت آیفون های قبلی بزرگتره. واقعا همین که پلاسش هستم از سریای قبلیش بزرگتر و من صفحه نمایش بزرگ کلا دوست دارم. این یکی از دلیلاش بود. دومین دلیلش اینه که این یه 4K 60 فریم سینماتیک میگیره و اینکه یه میکروفون جدید گذاشتن توش که صداتو به حالت استودیویی ضبط میکنه که این برای کسایی که تولید محتوا میکنن خیلی واقعا آپشن خوبیه. و اینکه رنگش هم واقعا رفتم دل منو برد دیگه. گفتم بعد یه نکته دیگه هم بهتون بگم که خیلی خیلی چیز عجیب و جالبیه. ببینید توی اپل استور شما میتونید تمامی مدل های آیفون رو با 0% سود، دقت کنه، با 0% سود به صورت قسطی 1 ساله یا 2 ساله بخرید. یعنی شما همین گوشی رو میتونستید توی قسط 2 ساله با ماهی 50 یورو بدون 0% سود بخرید. این چیزیه که واقعا خیلی خفنه و یعنی هر کسی میتونه بخره به صورت قسطی. منم میخواستم قسطی بخرم چون وقتی سودی نداره خب چرا آدم یه جا بده همشو. ولی خب تلفن بانکم کار نکرد اون لحظه و مجبور شدم کلشو با کارت همونجا پرداخت کنم. ولی خب به هر حال تا به اینجای کار که راضیم. آقا منتظر ویدیو تجربه من بعد از 1 ماه استفاده از این 16 باشید. من خواستم که اولین نفری باشم که توی یوتیوب واسهتون 16 رو باز میکنه. امیدوارم که لذت برده باشید و اینکه لایک
و کامنت و ساب یادتون نره و اینکه اگه دوست داشتید واسه دوستاتون بفرستید که 16 پلاس رو ببینن و اینکه آقا خیلی مخلصیم. چاکس.